ассалому алайкум. خواستم مراجعتی داشته باشم برای ملت تاجیکستان، مردم هموطنان عزیزم. از شما خواهش میکنم عزیزان، هرچی که برای شما دکتران توصیه میدهند نسبت مبارزه بر ضد این بیماری نظر خنکی نکنید. از شما خواهش، حتی خودتان به خبر کردن خود این دکتران کوشش کنید که خود را در کرانتین بگیرید و فرزندان خود را از خانه برآمدن اجازه ندهید، زیرا که اگر شما میدانید احوال ما مهاجرین و این کسانی که در این بیماری گرفتارند چگونه بد هست، قسم میخورم که شما آرزو میکردید که کاش پیش حتی یک ماه پیش هم میبود ما خود را به کرانتین میگرفتیم، در خانه ها خود را موقتا نگاه میداشتیم تا که به این بیماری گرفتار نشویم. از شما خواهش میکنم عزیزان دل، از شما خواهش میکنم که خودتان نسبت این بیماری جدی باشین. حالا که حکومت تاجیکستان این بیماری را در تاجیکستان علیه رسما قبول کردن، برای شما نشان دادن، پس شما هم جدی باشید، نسبت این بیماری خنک نظری نکنید. از شما خواهش میکنم. ان شاء الله یگانه راه پیشگیری این بیماری از یکدیگر دور بودن است و یکسان پیشنهادی دارم برای شما عزیزان تاجیکستانی، از بوسه کردن یکدیگر، چگونه ای که زنها بسیار عادت دارند از این کارها دست کشین، سلام کردن با یکدیگر را کاملا منع کنید. از شما خواهش میکنم هرچی که وزارت تندرستی برای شما پیشنهاد میکند خنک نظری نکنید. مردم آماده باشید تا که با حکومت تاجیکستان، با وزارت تندرستی همکاری کردن را کاملا جدا قبول کنید و ان شاء الله امیدوار هستیم که الله اصل شما را به ریسک نمیگذارد. از شما خواهش میکنم خنک نظری نکنید نسبت این بیماری، به نهایت جدی باشید، زیرا که به نهایت بیماری بد است، به نهایت عذابش رو بعد از گرفتار شدن به این بیماری میکشید، بعدا درک میکنید چقدر مصیبت وزمین است. عزیزان بسیاری را از دست دادیم و هر روز میبینیم که چگونه گرفتاری به این بیماری شده ایستادن. از شما خواهش میکنم عزیزان خنک نظری نکنید نسبت این بیماری و خود جدا نسبت این رفتار کنید. حتما نقاب ها پوشید، محکم کنید خودتان را. امیدوار هستم که ان شاء الله برای شما یک منفعت خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.